دو سه روز است که یارم نیست و پیدا، اگر ماهی شده رفته به دریا، بسازم چنگک از مغز فولاد، بکشم یار خود از غار دریا. ای وای گل من زیبا، گل من خیر خیراتی بیاریم های رفیق نیرالله جان، اشتری نیرالله خیریات جان جونی مامان خوب خیریات چی پوش خانواده گافیله گیری ها گیری همیتا که ساگ گندیه گفتی خیر خیراتی بودم خیال کدوم نه برای گپ نگدی میگم بیا که بریم به سراغ رسی چای بخوریم. سلامتی شما. من بیامدم رمضان رفیق ما امروز چاش میمون کرده به کیچیری گشتلن. من بیامدم که شما رو انور دارم و کندل رو انور دارم، خودی هم قراری کرده بریم که ما رو دعوت کنیم امروز چاش ها؟ آه دیگه با خدا می رفیق ما رمضان دست ما خیلی بعضاب میشه. گپینیه با میشه برفته میمونی نخوردیم بخونی و بعد دیگه نه دیگه لولو نیرولایی تو خیلی ها کار میکنی. پس امروز چاش تا میره میمونی میشیم بفهمیدی؟ بگر ما میمون کنیم دیگه کار نمیدی رفاقت دیگه ایتا کنه میشه که به سر یک نفر باشه ها؟ خوبه دیگه عمر به کیچیری گوشت لب میمون کرده ما امور به کیچیری مرغ مرده میمون میکنیم برین گپینیه. خود تو پس یک کار کو که جوجو چیکار کنم؟ تو برو ماما کندل رم صدا کو باز همیت بیا که خودی هم بریم بدم سر خب بابا همیت بیا سر جو خوبه میام خود سر چهارا بیا بابا من نانی خام بگم میرو چاش میمونم خاطر نانی میگم تکور چی پخته کنم گفتم باز باشه به تو میگم دیگه چی پخته نکن نانی بگم واو شما که بابا قول تو چ خود دل ما سر بابا بگو که رو قول تو شما است در نه بابا باشه یا اگه دروغ بگو لنگ ما دروغ نمیگه این رو سبا از آخه گلو من جلنگ قول تو چی بالا من میام ساعت جو میام خودی هم بیا بیا زنگ میزن اونجوری بیای نیرالله که بگفتم برو ماما کندل رم بگم یعنی آفرین همی رفیق ما رمضان شیر مادر گردن و من نمی تاثیر خورده نیه هفته کف شو یک شو که حتما نمی تمار میمون میکنه شو نشینی میشینی پرویزی میکنی تخم پوش میکنی ستیری میکنی یعنی خوب رفیقی داریم رمضان شیر مادری و گردن ما بند باشه اگه پلوری کش ما دعوت کرد اگه قربونی کش رسد گوشت ما رو بود اگه میمونی چی دیدش ما رفیقای بیدین احوال ما رو یعنی آفرینیو باش که ما برو ماما کندل رم بگم بله رمضان یارب رمضان السلام علیک ماهی رمضان اللهم علیک سلام علیکم. سلام علیکم. ماما کندل اشتری خیریات جان جونی موال خوبه خیریات چوچه پوش نفته کنه بیره مادر پیار همه سلامتی شما خوبه شکر سلام بیا که بریم به خونه سلامتی شما زنده باشیم. قرار از مزاحمت بیامد و رفیق ما رمضان ما و شما و نیرالله میمون کرده به کیچیری گوشتلن گفته اگه برو به نیرالله و بره ماما کندل بگو امرو چاش به کیچیری گوشتلن میمون. دیروز بریم هم زنگ زد بیشه نه بابا باور کن خیر بینه خوبه دیگه یک کار میکنه انی قراری کده بیاین که خودی هم نیرالله را ما برفتم بگفتم خوب انی خودی هم عرصت ما بخدیم برین که چیش برا ما و شما بریم به نیرالله هم بگفتم نیرالله گفت تک تو برو ماما کندل هم بگو اونا هم بردار بیا به سر چهار کوچکی به سر چهار را معطل شما بیاین یعنی آفرین امیر رمضان ای ما تو نیرالله شریکی میکنیم رمضان میمون میکنیم بریم با تصمیم ما خو میگیری سه کنی چی کار میشه بریم سه کنیم که نیرالله چی میگه بریم که کیچیری گشتل هم میمونیم ماما کنده خدایی هم رفیق ما رمضان خیلی خدمت کرد با ما یار راستی ما مردی نشدیم که یک چاشتی یا یک شیبی رو میمون کنیم ما مالی با کجیر هم بگفتم والا کجیر به من بگو ما گفتم امیر یک شریک میشیم خودی هم میمون میکنیم
سلام علیکم. سلام. چه روز خوبی، خیریت، سلامت. خیلی سلامت. مزاحم شما شده. خواهش میکنم مزاحم چیه؟ منتها ناوقت آماده. نه بابا. شما حداقل به نظر من که به نون خورده آماده. مال ما و شما رفیقیم براریم. گفتم بیاییم حداقل خود شما بشینیم چند دقیقه اختلاط کنیم. تک تک چاشت بیامد. رفتی الان میگم کلا کارا خود پریودش دیگه قدمونا دل جمع شدیم بیامد. من باز خطورگراخ اینا رو هم بگفتم اونا هم قراره بیایم. گفتم بشینیم حداقل خود شما چند دقیقه اختلاط کنیم. عدی بر بگیم. راز دل کنیم خود شما. خونه تو خونه مانه، ما و شما رفیقیم، چی فرق میکنه که دیرتر شده وقتتر شده؟ خب گپ بینیه. گپ بینیه مشکل نداره. بیایم بفرمایید. فکر کنی کسی نباشه. بیا از ما دایم وقت میگه بیایم دیگه. ما به خدمت شما. خود کنه بفرمایید. یا الله. یا الله. دیگه هم میمون میایی ناله می برداری را بخ بیفرشو های دلم جولان زد و یادی وطن کرد آی نفهمیدم پدر بودی یا برادر کشت دیشتنی دیلا سلی جانجوره خیریاتی جیدی یارستی جانجوره های بله یانی آدم گنده بیدی چره آدم غلطی بیدی چری داره تو حق بید رفت که ما به خونه شما میمون آمدید که ما بینجوری ببینیم بفرشید تو سه کاری بشته کوشا افتادم من؟ میمی کدی کوشا؟ کوشایی که بیامدی به خونه شما و میمونی رمزون بار میمون نکا به کی چیری گوشتره من کی کوشا شما جنده البا معتاده بیامده با جنده معتادی ها که تو بشید اگه معتادی به سرای شما نمیایی برو معتادی داری که تونی کجا برفشیدم کوشا؟ پای کوشا ما چی شو قیب ببرید لان شد زمین شخص کوشا دونی را اون کوشا تو که با پاتونه کوشا تو نگاه که 16 شما رمال کته تره و قبل به چی خودی برای گپا مفت میگردی با کجا برای گپا مفت میگردی آره چی که دیگه لگ راست کدی کوشا؟ ندارم گردن و من چی؟ به چندی بفریشی؟ گردن و من باشه که جیره گلنگم کوشا تو بفریشیده باشه به کشفریشو گلگه با خاطر بیام آدم تا سرا طبیعت عوض کنم مبارک باشه نه لاف کنه سکو به تو چی میگو بگو ما و شما از امرو دیرونی که شما نشناسیم قراری کرده بفهمیدی همین کوشایی هم که عمال با پاتونیه اینا تو با عمر خودیت کوشا ندیدی هرچه با پاتو بیده چبلی موتری بیده این کوشا ماما کندیره میگه هر که دست خوشیا کنه به رو خود خو میکشه کوشا بجیدی با پاخ کردی فید میکنی ما نمیفهمو مثل تو بی عقلی ما چه دیل ماما کندلک اینا کوشا ماما کندلک اینا به قیافه ماما کندل میخوره دیلک اگه بالا نشو میسره میدی ولا خود خو میندازو به تعمیجو خود خو خفه میکنو میندازو به یقر تو خفه تو منه برفشیدم نمه چی نه وای کوشار بجونده کوشا مار بفریشیده کوشا ماما کنده در همه پاکو کرده آری کوشا مرچی کردی گیده بابا من حرفشیده من ندیدم بابا من گوجالی پول دارم برون به شهر کرش بخرم از قلبستون مشت کوخیشی به روی عقبی بانگیلن به خان کردی خو ما خیر از جوونی خو نبینی تو نبینی کوشار من به سینیم ساعت خریده بیدو خواه تو آدمی بیایی بی عقل بگم پس بیاره تو به خدایا تو نگاه کشتی کوشا با پامنه
آنه جانانه. میگو ایلا از تو یک چیزی پرسان کنم مردم که چیزی میجونه کلام سایر مردم به شو بسر کنه تو که بروز هم بسر خو کردی کدو کلام سایر کلام سایر که مردم میگم میجونه مردم قدیم میگفتن کلام سایر که می بوجونی میگفتن به شو بسر خو که تو کسی نبینه تو که بروز هم بسر خو کردی که همه کس میبینه این دستمال کو کلا سرقی کوشا ماما کندل با پاتونی عمله اینا ماما کندله پس از کینه اینا ازش کی نه نمیخریده راستی کی به تو گفت تو بریم کوشا را در خونه بجونه کشو کی کوشا ماما کندل کوشا کجیر و خدا کجیر تو گیر کنه پست تو میکنه علی اعمال دیدم هیچی به تو نگو نه چی میگو پلیس کو رای کردی و سرای خبر ما پلیس رای کرد ماما کندل رای کردی کار خوبی کردی کجا تو میگه ماما کندل من کشش بر بجوندم میگم بم سرا شما بغیر از تو که رفت آمد داره دیگه کی میای به سرا و نانی من رفت آمد داره به سلام سرقی کوشانی به پاتونه اگه کوشا به پاتونه میگم گفتم حتمی نانی تو جونده نانی تو جونده نانی تو دزده چی کردی لنگ منه گپ ناسم میتونم سینی تو میزنه که 4 ملاق زدی اینجا گفت کوشا با پاخو میکنی بر میداری میبری تو فکر میکنی ما تو گیر نمیکنی بعد پادگه خورم بخواد که از سه جوره کوش کم یک جوره بگیر یک جوره که بگیر میایه که دیگه با عمری تو کار نکنی مردم به خونه خو میمونه میاره که کوشا با جونه کی به جنده میلا کشو ماما کندل و کجا اینا پس از کینه اینا نانی من گپ نزنید که من روسی نیست بزنم خودم اینا حالا که پلیس میست ما بریم تو برمی خورا بری بفهمی که چی رقمه دیگه کوش نمیتونی مردم کسی با خونه خو میاره کوش میجونه یه ذات احترام میگذاره من کجا جنده اینا نانی من نظر خبره کوشا نبودی با گپ مفت میزنی ان ثبوت و سر تو باش که میخوره با پاتو بخله کش دوست اموق زر کش جوندم یک جوری کشی به خود نگاه میدی صبر کن کجا میدی؟ بله کجا برو بگم بله بیا دل و تومیست از او خورهایی بیا اموق زر کش جوندی جون سرم یک جوری کشی به خود نگاه میدیشتی یا نکنه خودی همون کوشا خود خودم بفروختی کده کوشا اما که پیارت نیلیلا بیا کوشا پیارت بستن دیگه کوشا نه پیارت نمیده از ما بیاد کوشا بستن میگه ماما کندل ببرده خب یعنی کوشا پیام تو پاخ کرده بودی کی عمل من کوشا پیام تو پاخ کرده بودی نه پس کوشا پیام کجا کردی کی ای برار نیلیلا تو استان تنه کلون خورد هموق زر قدر عزت کرد مناخو خرج کرد مصرف کرد همه رو میمون کرد به کشتی گوشت لند بزیدی هم مصرفای رابطه کردی من نجاندم آخه تویش تک با خونه خود دزدی میکنی کوشا میمونا رو میبری من دزدم من نجاندم نه تو دوز نی گیلا تو دوز دنی مادر شونه به بالا تا قیامت نگی بابا زیگه پاس هم وانه میشه مادر شونه به بش کن مادر کوشا پیانه بده دیانه مادر شونه به بش کن میگم گیلا خودی ما گپ بزن گریه لکو و پیش مکرفتی هرچی میگیره کن چی؟ کوشا پیانه بدیدی لیلا وردش که تایی نه ماما کندیله کوشا پیانه لیلا ببینی لینگا من لیست کرد سال بله کو گیلا این که پیاتی دیگه نه اب تو بیتاره بفهمیدی که چی نگی دم خورم بسته کنی که خدای برستی نیه اگه چی وانه کردم تو را مغز بزنم که واسه هم افغانستان بگردی کسی به درد نفهمه تو دیگه به خونه نفهمیدی بفهمیدی سزای نیکی بدیه تو سرمون که کارم تو لیست بری به سرا سزای نیکی بدیه بدیدم بده یا به درد میخوره پیرم خورم بیری کو جیلا پیرم بیری کو تو میزنم پیرم بیری کو دیدشو میره پیرم ساعت لاشخواه میندازم بیتره دیدشو بگی بسته کی کجا بسته کنم پینک من به کجا بیت دوز دشیدی تو دیگه چی نیه آه خلاص شدی چی نداری دیگه نه دل من تو میسوزه گیلک خونو کنه که این پیرن آورد تو بیرون میکنه دیگه نبینم که چیز دزدی کنی بفهمید که امروز پیرن به سرا بیامد امیت اعصاب خراب بود امیت دل من نسوخت پیرن به پلیس کموده بود از سرا شما تا سرا خو بده گیلک دیگه تو به چرتوبر خونه بیر مثلا دیگه ما خود شما سر کار ندارین خاک به سر شما شه همون برار تو اون تنیخ زر خرج کرد مصرف کرد بزید همه رابطه کردی تو که عقل تو به سر تو میره حالا به تو ترش